سلام بچه ها، خوش اومدید به کانال من. امروز در کنار فروی عزیزم هستیم. همونطور که میدونید این اواخر یه سری حواشی پیش اومده بود راجع به برنامه زن روز. فرو جان هم که یکی از طراح لباس‌های خوب استانبول هستن، از زبون خودشون بشنویم چه اتفاقاتی افتاده. فرو جان اول میشه لطفاً خودت معرفی کنی، یه بیوگرافی کوچیک بدی؟ بله حتما. سلام دوستان، اسم من فرنوشه، ملقب به فرو. 22 سالمم نیست، 23 سالم شده. من تو برنامه زن روز شرکت کردم، همونجوری که خودتون دیدین، و یه سری حواشی خاص داشتیم. ولی من حدود 4 ساله که طراحی لباس میخونم و 2 ساله که به صورت جدی خودم طراحی لباس انجام میدم. خیلی خوشحالم که امروز کنار تو هم عزیزم و دیدم که یه قسمت راجع به موضوع جنجالی صحبت کردیم. الان دوست داریم بیشتر توضیح بهتون بدیم که اصلا ما ایده فکریمون چی بود و چرا از این موضوع خیلی نقد شد. اول این که من بگم یه چیزی رو باید در نظر بگیریم. دقیقاً سن و سال فرنوشونه 23 سالشه و با این سن کمش یکی از واقعا خاص‌ترین طرح‌های لباس رو من از زیر دست فرو دیدم واقعا، که اصلا خودم مبهوت شدم. من توی تن ترانه اولین بار دیدم و خیلی خوشم اومد و اونجا گفتم وای چقدر این لباس خاصه، چقدر مثلا میشه برای جاهای مختلف پوشید. یعنی یه جوری نیست که مثلا بگیم یه سبکیه که آقا مثلا فقط برای فلان پارتی پوشید یا فقط برای مثلا نمیدونم پارتی سایکدلیک پوشید یا همچین چیزی. میشه با پاشنه بلند استایلش کرد، میشه با صندل استایلش کرد. و واقعا شوکه شدم وقتی که توی برنامه همچین نظری اومد روی حالا طراحیشون. چرا؟ چون که اصلا نمیشه آدم این هنر رو نادیده بگیره. وقتی که شما میتونی مثلا یه لباس رو 1000 نوع تغییر بدی و بپوشی، بعد یکی میره فقط زوم میکنه روی این که حالا خط آندرورش و شورتش زده بیرون و شما نمیتونی اینو با شوهرت بپوشی و خب اوکی، میتونی شما نپسندی، میتونی بپسندی، ولی اینکه بیای کلا هنر رو نادیده بگیری از اینکه اینو چون پوشیدی هیچ جا 90% جامعه نمیخوان شورت شما رو ببینن و راجع به این مسائل من قبلتر خودم توی اون ویدیو صحبت کردم که چقدر حالا یه کوچولو نسلای قبلیمون، نه همشون ولی یه سریاشون هنوز توی اون عقاید پوسیده قدیمیشون موندن و هنوز نتونستن خودشون رو آپدیت کنن. و یه چیزی که نظر منو جلب کرد این بودش که شما گفتی من دارم میرم بیچ پارتی. توی پارتی ساحلی اصلا معمولا با بیکینی میان و میرقصن. یعنی شما حتی یه چیز زیادی هم پوشیده بودی. اتفاقا من یه کامنت خیلی جالب گرفتم. یه خانومی بود میگفتش من راحت نیستم که توی بیچ کلابا با مایو بگردم و وقتی لباسای تو رو دیدم چقدر مناسبه برای اینکه توی بیچ پارتی اگه یکی دوست نداره کلا بدنش معلوم باشه بپوشه. و خیلی کامنتش برام خیلی جالب بود. و اینکه چیزی که خیلی منو ناراحت کرد و الان ازش خیلی دلم شکسته این بود که روی اون استیج اصلا ایده کار من نادیده گرفته شد. ما اومدیم یه چیز جدیدی رو توی فشن کشف کردیم و توی دنیا این یه اختراع محسوب میشه. شما بیایی لباسای طراحی کنی که دوریز پارچه 0 باشه و همچنین مودولار باشه، یعنی شما بتونی حداقل یه دونه بالاتنه رو به عنوان دامن بپوشی و اون پایین تنه رو به عنوان بالاتنه استفاده کنی، یا حالا خیلی از استایلای دیگه. چیزی که من واقعا ازش ناراحتم اینه که کاش به این موضوع لباس پرداخته میشد. اوکی، اگه لباس زیر من معلوم بود میومدن میگفتن که اوکی این موضوع رو ما نمیپسندیم، این موضوع درست نیست، ولی بیا به ایده لباس تو بپردازیم. آخه موضوع درست نیست. ببین نگاه کن، ما خیلی استایل‌های متفاوت داریم. همون آقای پدرام هم که یکی از داور بود به این اشاره کرد. دقیقاً یه استایلی بودش که معمولاً هم با شورت کلوین کلاین مد شد که معمولاً یکم این شلوار زیر بود و این مارکه معلوم میشد و بیشتر پسرها هم اصلا اکثرا استایل میکردن، بعد دخترها هم اومدن حالا اینو استایل کردن. و اینکه این چیزی نیست که تو بگی درست نیست. ما دیگه توی سال 2025 هستیم، باید از خیلی از چیزا، از خیلی از تابوها، از خیلی از بستگی‌ها عبور کنیم و الان متاسفانه ما داریم می‌بینیم که نه، همچنان یه سری از این عقاید پوسیده هست و داره کلا جلوی هنر رو میگیره. یعنی شما نگاه کن، حالا این یه موضوع کوچیکیه که الان سر حالا لباس ما همه به این نتیجه رسیدیم که بابا شما وقتی که، یعنی میخوام بگم که این افکار جاهلانه چقدر میتونه مانع بشه از دیده شدن خیلی از چیزا. ببین الان همین لباسی که تن منه اینم طراحی فرو جانه. ببین الان این اینطوریه، خب قشنگ حالا یکم بسته تر میتونه باشه، میتونه لختی تر باشه، میتونه این
ببین یه کلاه با مزه داره که خیلی مزه باشه. مرسی. ببین همه جوره میشه. یعنی یک نوعی مدلش بود که فقط تونستیم تغییر بدیم. حالا جلوتر تن بچه‌هام بیشتر توضیح میدیم راجبش. ولی اینو میخوام بگم کاش که نذاریم که عقاید قدیمیمون بیان مانع بشن از رشد هنری که زیر اون ایده خوابیده. و کلا هنر اسمش روشه، هنره و شما ممکنه که خیلی از چیزها رو نتونی درک کنی و شاید اصلا تخصصی در اون زمینه نداشته باشی. حداقل نباید بذاری که این افکار بخواد مانع بشه. و اینکه نگاه کن یه دختریه که خیلی مستقل، خیلی میگم با سن کم اومده اصلا یه طراحی رو آورده وسط که فکر نمی‌کنم شما هم هیچ جا دیده باشین. من خودم واقعا ندیده بودم هیچ جا. همین که اصلا یه مدلش هم انقدر خواسته که من متوجه شدم که میشه اینو چند مدل پوشید، اصلا سورپرایز شدم. بعد من موقعی که برنامه رو میدیدم شنیده بودم که همچین اتفاقی افتاده، من خودم کامل ندیده بودم اون قسمت رو، فهمیدم که یه همچین چیزی شده. بعد رفتم دیدم اصلا به تو گیر دادن سر این موضوع که بیشتر اذیت شدم، اعصابم خورد شد و گفتم حتما یه ویدیو بسازم برات. چیزی که توجه منو خیلی جلب کرد اونجا این حاضر جوابیت بود که خیلی به موقع و با ادب کامل این صحبتو کردی، چون که خیلی از آدمای اینجور موقع‌ها یک جوری دست و پاشون رو گم میکنن. این همه دوربین رو آدمه، این همه رقیب نشسته اونجا و منتظرن که حالا شما یه امتیاز منفی بگیری، یه تعریف منفی بشنوی. و من واقعا تحسینت کردم به خاطر اینکه خیلی با ادب، خیلی قوی جوابشون رو دادی. و یه چیزی هم خواستم بپرسم، اصلا چی شد که این ایده چطوری به ذهنت رسید؟ از کجا شروع کردی اینو؟ من این ایده رو وقتی که تابستون پارسال داشتم پیش استادم کار میکردم به ذهنم رسید. لباس طراحی میکردم و دورریز پارچه خیلی زیاد بود و همین شد که استادم اومد گفتش که چرا دورریز پارچه های تو انقدر زیاده، اینو باید کنترلش کنی و بعدا ممکنه توی کارت این خیلی آسیب بزنه بهت. منم نشستم نگاه کردم دیدم خب همون لباسی که اتفاقا بریده بودم بغلش هم یه لباس دیگه است و خیلی برام جالب شد که چرا ما این موضوع رو نادیده میگیریم. لباسای من به خاطر همین بعضیشون اصلا یه پارچه است، یعنی یه تیکه لباسه که شما میتونی عوضش کنی حالا به هر سبکی که میخوای بپوشی و ادامهش هم تبدیل به لباس میشه، یعنی همینی که تو پوشیدی از یه پترن در اومده. چیز دیگه ای هم که میخواستم بگم این بودش که توی اون برنامه همه داورا ایده مغزیشون مثل هم بود و حتی شرکت کننده ها هم همینطور بود. یعنی که بچه‌ها همه یه استایلی داشتن، مثل هم کلاسی بودن تقریبا و من یه نفر بودم که استایلایی میزدم که به قول معروف شاید یه ذره خارج از عرف. که این خیلی قشنگه. من خودم توی ویدیوهام همیشه از تابو شکنی صحبت کردم که نسل ما، نسل جدید باید بیاد بیسته جلوی فرهنگ‌های غلط و ما باید این تابوها رو خودمون بشکنیم. اگر ما خودمون شروع نکنیم از بین بردن این چیزا و خودمون به خودمون کمک نکنیم، همچنان باید با این عادت‌های غلط، با این طرز فکرهای محدود پیش بریم. و من میگم واقعا خیلی خوشحالم که الان تو اینجایی و میتونیم راجع به این چیزا صحبت کنیم. همونطور که میدونیم ما تو عشق ابدی هم این مسائل رو داشتیم، متاسفانه مسائلی که خیلی محدود کننده بود، افکار محدود کننده، اصلا ترویج افکار غلط و عرفهای اشتباه که من اینو توی زن روز هم دیدم و خیلی ناراحت شدم از این موضوع. و این خیلی مهمه که شما خب توی اون برنامه دقیقاً فکر می‌کنم درخشیدی و تک بودی، یعنی یه جوری کاملا سایدت اصلا یه ساید مستقلی بود، هم خودت طراحی کردی هم خیلی حرفی برای گفتن داشتیم. یعنی به نظرم امثال شماها حتی باید به عنوان داور اونجا حضور داشته باشن. امثال شماها باید تخصصشو چون دارید میتونید کاملا نظر بدید و فکر میکنم که خیلی هم به محیط زیست کمک میکنه این نوع از کارتو، این خلاقیت تو. درسته؟ دقیقاً. ما الان آلایندگیایی که از مد و فشن داریم توی رده 2 دنیا هستش و اگه ما بیشتر به این موضوع محیط زیست توجه کنیم میتونیم ایده های بهتری داشته باشیم. یعنی برندهایی که فست فشن هستن مثل زارا، مثل حالا خیلی از برندهای دیگه خیلی باعث آلایندگی دارن میشن توی این دنیا و این خیلی داره آسیب میزنه. و اگه شما بیای ایده داشته باشی که بتونی اینو کنترل کنی، به نظر من ارزشمنده و قابلیت اینو داره که بخواد اجرا بشه. و دوست دارم نظر بیننده ها رو بپرسم بدونم که نظر اونا چیه راجع به این مورد. من یه سوال دیگه داشتم از تو، چه چیزی اونجا توی عشق ابدی تو رو خیلی اذیت کرد؟ مرد سالاری اکلیلی یه کوچولو این موضوع رو داشتن ترویج میدادن که کلا خانوم ها باید خودشونو طبق اون چهارچوبی که توی جامعه هست و آقایون میپسندن باید قرار بدن. ببین مثلا برای خیانت یک نفر اونجا تشویق
انجام شد، تشویقش کردن، دست زدن براش. مثلا یه جایی اومدن مثال زدن که نمیدونم قفلی که با هر کلیدی باز شه خرابه، ولی کلیدی که هر قفلی رو باز کنه مثلا شاه کلیده. ببین اینا انقدر چیزای زشت و زننده و بدیه که حتی اگه ببینید اونجا همه دست زدن ولی خب دست من تو جیبم بود و توی اون لحظه که این همه آدم هم نظر با هم دیگه دارن توی یه موضوعی مثلا متفق القول هستن، اونجا من واقعا نمیدونستم اصلا چی الان باید بگم. من الان بیام صحبت کنم یا مثلا هر چیزی که بگم الان من اینجا، چون اثر جمعی خیلی زیاده دیگه، ببین اصلا جهت دهنده است یه ذره. و دیدم که نه، اینا همه کاملا یه عده آدمی که توشون نسل جدید هست، نسل قدیمی هست، دهه 60 هست، دهه 50 هست، دهه 80 هست، دهه 70 هست. چجوری میشه این همه این حجم از آدما بیان و این طرز فکرم قبول داشته باشن و کسی چیزی نگه و اصلا کسی اعتراض نکنه به این موضوع؟ این خیلی منو اذیت کرد. یکم حس تنهایی میکردم اونجا. فکر میکنم تو هم این حس تنهایی رو این خیلی منم اونجا خیلی احساس تنهایی میکردم. یه سری وقتا خب به خاطر استایلم خیلی نقد میشدم و تو اون برنامه من واقعا خیلی بالا پایین شدم. این خیلی موضوعی بودش که شاید اگه کسایی بودن که یکم استایلشون به استایل من نزدیکتر بود یا داوری بود اونجا که درکی از استایل من داشت، خیلی میتونست بهتر باشه. مثلا اون استایل اولیت که از مادونا فکر می‌کنم الهام گرفته بودی، اونم خیلی جذاب بود، خیلی قشنگه که مثلا حالا میدونی انتخاباتو خیلی دوست دارم توی اینکه حالا استایلی که داری درست می‌کنی اونجا. مثلا همون الهام گرفتن از مادونا خیلی قشنگ بود، چون که خیلی وقت بود که ما همچین چیزایی رو نمی‌دیدیم یا خیلی هم جسارت پوشیدنشو ندارن. حس می‌کنم اینکه آدم استایل خودشو داشته باشه و حالا شبیه کسی نباشه مثلا خیلی جسارت می‌خواد و این خیلی قشنگه. و من چقدر خوشحالم که شماها که حالا دهه 80 هستین فکر میکنم، بله. جسارتتون خیلی بیشتره و همینجوری نسل به نسل داره بیشتر میشه و این خیلی قشنگه. به نظرم همینطوری باید ادامه بدی در مقابل کسایی که میخوان حالا خوردت کنن یا حسادت میکنن یا نه اصلا افکار پوسیده دارن و میدونم خیلی سخته ولی خیلی راحت میتونی بیستی، چون کم کم پیش میاد. اینا یه چیزاییه که به مرور زمان تو ناخودآگاه آدما میشنه و کم کم اون طرز فکر غلط پاک میشه و این جدیده میاد روی بورس. من واقعا افتخار میکنم بهت، خیلی تحسینت میکنم. خیلی خوبه که تابو شکنی کنیم، تابوی درست، تابو شکنی درست انجام بدیم و من اینو واقعا توی تو دیدم. چیز دیگه ای هستش که بخوای بهمون بگی، چیزی که اعصابت خورد شده بود توی برنامه ازش، یا مثلا نتونستی صحبت کنی راجع به، یا چیزی بودی که فکر کردی که حق تو خورده باشن؟ من احساس میکنم که خب کلا برنامه کانسپتش متفاوت بود و من اولین بار بود که توی همچین برنامه شرکت میکردم. بیشتر درباره خودم که یه سری جاها کم آوردم احساس میکنم نباید اونجوری میشد، باید به راه خودم ادامه میدادم، ولی در کل به نظر من گذشته خیلی چیزا رو راجبشون فکر نمی‌کنم دیگه و به آیندم نگاه میکنم و انرژی میگیرم از کسایی که تو این راه مثل تو دارن بهم انرژی میدن برای ادامه. خب فرو جون، توی برنامه جایی بوده که بخوای یه ریاکشنی نشون بدی و بگی برگردم عقب کاش که اون ریاکشن رو نشون میدادم؟ ریاکشن که شاید دوتا قیچی میزدم یا اینکه یه موی کوتاه میکردم یا یه استایلی عوض میکردم، ولی کلاً من ریاکشنم رو میخوام با موفقیتم نشون بدم و اینکه خب به هر حال ما دوستان رو داریم تو سوشال مدیا که الانم خیلی دارن حمایت میکنن و از اینجا قلب و این خودش برای من خیلی دلگرمیه. من سوشال مدیا رو احساس میکنم که میتونم داخلش با ریاکشنام یه تفاوتی ایجاد بکنم. دقیقاً ریاکشن حتما نباید یه موقعی کلامی باشه، میتونه عملی باشه، میتونه همین دقیقاً طراحی هایی باشه که در آینده میدی بیرون و من میدونم که تو از الانش هم کلی موفقی، چه برسه به اینکه هر چقدر بره جلوتر و اینا و کلی هنوز جا داری و این خیلی قشنگه. فرنوش، من خیلی دوست دارم که همه ببینن که ما دقیقاً داریم از چی حرف میزنیم، چون حالا یکم گفتنش و اینا شاید اونقدر حق مطلب رو نرسونه. من دوست دارم که مدل ها و اون لباس هایی که شما طراحی کردی و این حالت تغییرش و اینا رو کامل به تصویر بکشیم، بریم وارد جزئیات شیم که حالا همه ببینن که ما دقیقاً داریم از چی صحبت میکنیم. ولی قبلش به یه سری از سوالا قراره جواب بدیم. حاضری؟ آره، چرا که نه. خب بچه آماده این؟ از کی بپرسم؟ من. تو. اوکی. لباس مدرن یعنی چی؟ لباس مدرن یعنی چی؟ لباس مدرن یعنی اینکه با تمامی قوانین مد، یعنی محیط زیستی و نوآوری هماهنگی داشته باشه. یعنی شما باید یه نوآوری تو کارت داشته باشی. اگه داری یه تیشرتی رو طراحی می‌کنی که 1000 مدل ازش هست، ایشون جوابمون رو داد. بیا کنار ببینمت.
جواب خوبی داد. یعنی واو باشه، یعنی چیزی باشه که شما قبلا ندیده باشید. این میشه لباس مدرن. اوکی، سوال بعدی. پس نوبت نگاره. حاضری یک لباس برند بخری یا به جاش 5 تا لباسی که غیر برند باشه؟ 100% 5 تا لباسی که غیر برند باشه. چرا؟ چون که یکی این که خیلی مهم نیست به نظر من. یه موقع‌هایی مثلا برند فقط به خاطر اینکه خیلی کلاس میزنن باهاش، بخوام خودمونی بگم اینو، اکثرا من دیدم که فقط مثلا به خاطر اینکه بگن من از فلان برند مثلا خرید میکنم و ممکنه بری تو برند ببینی اصلا لباسایی که حالا سلیقه توه وجود نداره، ولی فقط به خاطر اینکه عقب نمونی از اون حالا کلاس اومدنه با اون برنده فقط میری اینا رو میخری و ممکنه اصلا نپوشیشم، یه بار بپوشی خوشت نیاد. ولی خب اگه 4-5 تا لباسی باشه که برند نباشه ولی سلیقه خودم باشه، من ترجیح میدم که اون 4-5 تا رو بپوشم. حالا اگه بهت بگم لباسی که تنته به عنوان یه لباسیه که میتونی 5 مدل بپوشی، اون وقت جواب چیه؟ 100 البته به 1000 تا برند ترجیح میدم، چون که هم میتونه کار 4-5 تا لباس رو برام انجام بده، همین که اصلا چه اهمیتی داره که از چه برندی است. مهمه که خودم توش راحت باشم، خوشم بیاد و اینکه دوستش داشته باشم. چیزی که خیلی جالبه، کارشناسان مد میگن که کسایی که واقعا لباسای گرون میپوشن اصلا لباسایی نمیپوشن که برند روش مشخص باشه. یعنی شما مارک زاکربرگ رو نگاه کنی، همیشه با یه تیشرت سیاه ساده میاد. یعنی کسی که واقعا از لحاظ مالی اوکی باشه، خیلی به این که لباسش چه برندی باشه یا لباس برند لباسش مشخص باشه توجه نمیکنه. اوکی، سوال بعدی از فرو. آماده ای؟ یس. به تساوی زن و مرد اعتقاد داری یا نه؟ بله اعتقاد دارم مسلماً. چرا؟ البته اینو باید یه جور دیگه جواب بدم. من اعتقاد دارم که مردا موجودات قوی تری هستن و توی این موضع مردا به نظر من خیلی جاها باید خانم‌ها رو ساپورت کنه، چون که به هر حال توی جامعه مردا پیشرو هستن از خانم‌ها. این چیزیه که عرف جامعه هست، چه تو ایران، چه تو اروپا، چه تو آمریکاش. و از نظر من مردا همشون باید حامی خانوما باشن، چون که اینا مکمل همدیگه هستن و با این مکمل بودن میتونن دنیای بهتری بسازن. کلمه مکمل رو خیلی دوست داشتم. بریم سراغ نگار. خیلی کوتاه، تعریفت از زن روز چیه؟ از برنامه زن روز یا خود کلمه زن روز؟ کلمه. زن روز به نظر من زنیه که خیلی مستقله، خیلی بروزه از نظر افکاری، از نظر پوششی، از نظر فن بیان و یک پکیج کامل و بروزه. ببینید یه سری استانداردها هستش که برای خانم‌ها طراحی شده معمولاً، که شما اگه از اون استاندارد خارج شی ممکنه توی جامعه مورد تمسخر قرار بگیری، ممکنه که اصلا خیلی خوششون نیاد، ممکنه که خیلی حرفا بزنن بهت، ولی از نظر من هیچ استانداردی نداره. شما وقتی که یک پکیج کامل از ذکاوت، هوش، فن بیان خوب، فکر روشن و استقلال بخوای ارائه بدی، این میشه برای من زن روز. خودت چند درصد زن روز هستی؟ فکر میکنم 90% هستم. توی برنامه عشق ابدی کامل ترین زن، کامل نگم، شاید بروزترین یا زن روزترین شرکت کننده به جز خودت کی بوده؟ من نمیخوام از شخصی اسم ببرم، ولی فقط میخوام اینو بگم که هر کسی که توی همون برنامه، خودتون خب دیدین اکثرا، هر کسی که از چهارچوب‌های خودش نگذشت و نگذاشتش که اون عرف‌های غلط بهش چیره بشن، از نظر من زن روز بوده تو اون برنامه. حالا برید ببینید کی این کارو کرده، کی این کارو نکرده. اوکی، همین سوالو میخوام از فرو بپرسم. در مورد کاملترین یا بروزترین، یا اگر کلمه زن روز رو بذاریم، کدوم شرکت کننده به جز خودت توی مسابقه زن روز رو میتونی معرفی کنی؟ من میتونم که سانیا رو معرفی کنم، چون که سانیا شخصیتی داشتش که حالا خیلی توی پوششش ریسک نمیکرد، ولی به هر حال صاحب یه آموزشگاه موسیقی هستش و از این نظر به نظر من یه دختر مستقله و منش دخترونه داره. من اینو توش دوست داشتم. اوکی، سوال آخر رو میپرسم، فرصت کوتاه فکر کردن بهتون میدیم. بریم سراغ لباسای فرو. سوالو بپرسم تا آماده باشید. آخرین چیزی که قراره تو ویدیو بگید یک جمله شعاره. برید فکر کنید. میخوایم لباسای فرو رو ببینیم، بعد شعارتون رو بشنویم. حتما. Let's go.
خب رسیدیم به بخش پایانی. آماده این شعارتون رو بگین؟ بله آماده ایم که شعارمون رو بگیم. خانم ها آماده شعارهاتون هستیم، بفرمایید. همگی با هم دست به دست هم میدیم و عرف‌های غلط رو جابجا می‌کنیم باشد که فردایی بهتر بسازیم. من استایل خودم رو باور دارم و کتاب مد خودم رو خواهم نوشت. ما هم دوستتون داریم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.